عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو، عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو، خوب و بد میگذرد وای بر حال من و تو. آشپزی رو با چطور هستن؟ خوب هستم، گاهی شور میشه دیگه، گاهی میسوزه دیگه، که خودگاه یکی از یعنی ما را میاد پای ما را قطع کردیم ما نمیاد خواهر شما با خود فامیل که بیا دوست داره. خیلی سوال مشکل. فامیل همیش دوست داشته نیست، نه خو یکیش دیگه همیش دوست داشته نیست، چون اگر فامیلم خدای نخواسته نباشه امروز مروا برهانی همینجور نمیبوده. دروغ گفته؟ گاهی نه فقط بله یا نه خیر؟ خب گاهی که نیاز شده بله، البته زمانی که لازم بود. سلام خود تقدیم میکنم با تمام بینندگان عزیز هدف میدیا. خدا کنه خوب و صحتمند باشین نازنینا. شما رو خوش آمدید میگم با برنامه معرفی همکاران هدف میدیا و تمام هستم در برنامه. همکار نازنین ساما جان هم با خود دارم. سلام ساما جان، خوب هستی؟ سلام. عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو، عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو، خوب و بد میگذرد وای بر حال من و تو. مال دنیا نشود صد راه مرگ کسی، مال دنیا نشود صد راه مرگ کسی، گیرم که این کل جهان باشد و از آن من و تو. خپل هم گرم سلامونه د هدف میډیا لیدونکو ته تقدیموم. امید لرم چې ډېر صحتمند اوسئ او نن ورځ هم په خوشحالۍ باندې پیل کړي. هدف میډیا ته بیا هم زموږ لیدونکو تاسو ښه راغلاست وایم. زه هم خوشحاله یم چې نن خپرونه کې سایله جانه ځان سره لرم او هم یو ګرانمنکې زموږ میلمنه. دوستای عزیز، هم قسم که ساما جانم گفتن یک میمان هم داریم و در پلویش یک خوشخبری هم داریم. باز برنامه را تعقیب کنین انشالله. خوشخبری هم در بالای برنامه براتون میگم و همچنین فراموش نشه چنل ما رو سابسکرایب کنین، در صفحات فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک ما رو فالو داشته باشین و همچنین منتظر کامنتاتون هستیم. دوستای عزیز پر حرفی نمیکنیم، میمان در برنامه با خود داریم. ساما جان چی نظر داری اول کم چای تعارف کنیم؟ به خاطر اینکه در بالای برنامه موضوعات زیاد سوالات هست و همراه میمان برنامه بسیار قصه داریم، بسیار گپ هست که همراهشون باید گپ بزنیم که در چیزان برنامه گلیم خوشگل نکنم. خب ساما جان شما زنده سلامت باشین عزیزم. سلامت باشین. دوستای عزیز، قسمی که باتون گفتم که خوشخبری داریم در برنامه و مهمان برنامه مروه جان برهانی هستک و خوشخبری ما است که مروه جان برهانی را با خود داریم از این بعد در تیم میدیا هدف میدیا همراه خود داریم. یک پرزنتر جوان، یک پرزنتر بسیار خلاق باسط هست که همکار ما هستن. خیلی خوش آمدید مروه جان. سلامت باشین. تشکر سهیلای عزیز، سلام بر خودت و سامی عزیز و تمام بیننده های خوب هدف میدیا. تشکر از تعریفایی که خودتان انجام دادین. واقعا خوشحال هستم هستی که با شما دو دختر خانم موفق، دو دختر خانم فعال و ای که تانستم بتونم همراه شما همکار باشم. واقعا جای خرسندی است. همچنین از ما خیلی خوشحال هستیم شما رو داریم. سلامت. خیلی خوب. زیاد پرحرفی نمی‌کنیم ساما جان، کم کم بریم به طرف سوالات. خیلی خوبه. قسمی که ما شما رو معرفی گرفتم دوستای عزیز که مروه جان برهانی یک کم بیشتر خود معرفی کنیم بر دوستای ما که دوستای ما شاید منتظر باشن که مروه برهانی خوب نامش و تخصصش یک کم دیگه معرفت حاصل کنیم. حتما طولانی سهیلای عزیز. همین قسم که خودت گفتی مروه برهانی هستم و تحصیلات در مورد تحصیلات خود براتون بگویم که ژورنالیسم در یکی از دانشگاه‌های شهر کابل به خوانش گرفتیم. بنابراین اون شوق و علاقه‌ای که داشتم تونستم که موفقانه به پایان برسانمش و همچنین در یکی از دانشگاه‌های شخصی مسائل رشدی اقتصاد می‌گوشم. در فامیل 7 نفر هستیم. خودم فرجان. خیلی خوب عالی پیش رفتن. در مورد مکتب پانتون حرف زدین، در مورد تحصیلات و درس‌های نویتان. وقتی دنیای ژورنالیست آمدین و در دنیای رسانه و دنیای ژورنالیست و مطبوعات اینا، مشوق اصلیتون کی بود؟ خودتون خود دوست داشتین، بعدش مشوق اصلیتون کی بود؟ سهیلای عزیز، خوشبختانه بگویم جای بسیار زیاد خوشبختی است که مشوق اصلی من در عرصه فامیلم. البته زمانی که من وارد دنیای مطبوعات شدم، وارد دنیای ژورنالیسم شدم، وارد دنیای میدیا شدم، فامیلم هیچ ممانعت نداشتن برام، برعکس به نهایت تشویقم کردن. به اصطلاح اسپانسر قویم فامیلم بود و ای که امروز اینجا رسیدیم و ای که امروز همراه شما هستم تمامش از نتیجه زحمات اوناست که بالای من کشیدن. خداوند تمام همین فامیلای ما رو حفظ کنه، همشون از شما را. خیلی خوب. بفرمایید ساما جان. خیلی خوب، همیشه موفق باشین. برای تحصیلات آمدین، کدام رشته تان واقعا بیشتر دوست داشتین و خواستین با اون رشته بیشتر حاکم باشین؟ خب من قسم براتون گفتم در آغازم ژورنالیسم عشق و علاقه‌ام بود و اقتصاد همچنان دوست داشتم.
ولی ژورنالیسم به ژورنالیسم نمیرسه. به این خاطر خواستم که بیشتر وارد دنیای مطبوعات شم، بیشتر ادامه پیدا میره از کسانی که قبلا از من در رسانه کار کرده بودن، در میدیا کار کرده بودن، از تجارب اونها استفاده بکنم و بتونم من هم خود به یک سطح برسانم و به اونها نزدیک بشم. خیلی عالی. کم کم از مکتب و پانتون اینا برای کم کم نه بیایم روی موضوعات شخصی و فامیلی و خانوادگی تان. شما ما قسم که گفتین نه راحت باشین هیچ مشکل نشه. شما گفتین در خانواده 7 نفر هستین. چند خواهر داریم چند برادر داریم؟ شکر خدا پدر جان مادر جانم هستم، مادر کلان عزیزم، خودم یک خواهرم و 2 برادر. نه خدا خیلی خوب. باز خواهرتونم خوش دارم است شما ژورنالیست باشه و در دنیای مطبوعات رسانه کار کنه؟ خوشبختانه تا فعلا راه خودم ادامه دادم و این هم از جمله شوق و اشتیاق و علاقه خودش بود و من خواستم که یک وسیله کوچک باشم تا بتونم به آرزوهای شهادت برسم. خیلی عالی. قسمی که خودتونم گفتین که معلوم میشه زیاد صمیمی هم هستین بین خواهرها البته. دیگه خب خواهر نصف مادر میباشه. دیگه طبعا که خواهر کلام خوب. خب من نمیتونم خوشبختانه بگم و یا بدبختانه بگم خودم فرزند 80 خانواده هستم. هم دیگه به اصطلاح واقعا بسیار صمیمی هستی. اما گاهی جنگ و دعوای هم بین خواهرها میباشه. نه جنگ دعوا نباشه با صمیمیت از کجا میشه؟ نه شیرینی باز از بین میره. فامیل که دیگه دوست داره. خیلی سوال مشکل. فامیل همیش دوست داشته نیست. نه خو یکیش دیگه. همیش دوست داشته نیست. چون اگر فامیلم خدای نخواسته نباشه امروز مرا برهانی همینجا نمی‌بود. پس همه فامیل من دوست داشتن برام. دقیقاً. و از دوران طفولیتتون بگین کم کم. بریم روی دوران طفولیت. دوران طفولیتتون کجا بودین؟ کابل زندگی می‌کردین؟ متاسفانه سهیلای عزیز ما در دیار غربت و مهاجرت متولد شدیم. چند مدت در دیار غربت و مهاجرت بسر بردیم. بعدشون که کابل آمدیم. مصروف همون آموزش و درس و تحصیل اینا بودیم دیگه. اونقدر دوره طفولیت مثل دیگر طفلای افغان وار نداشتیم که مثلا ما چی میگن پنجاق بکنم یا هم جزبوزی. پس خاطرات خوش ندارم از دوران طفولیتتون؟ شکر است، ولی از همون ابتدایی که ما دست و راست چپ خود را شناختیم مصروف آموزش و تحصیل بودیم. هیچ اصلا وارد این بازی های افغانی که دختر خانمای افغان ماشاءالله همیشون یاد دارن من متاسفانه یاد ندارم و هیچ اصلا از اون خاطری ندارم که ما بود. فقط یک خاطره دارم از فوتبال کردن که دوران غربت بودیم؟ نه خیلی در کابل بودیم. امروز با خواهر برادرم فوتبال بازی می‌کردیم و متاسفانه بگویم که من به حیث مهاجم بودم و پایم ضربی بسیار شدید خورد. دیگه بعد از اون بابات استاپ کردم. اصلا دیگه نخواستم بازی انجام بدم. از بازی‌ها گفتین کدام بازی رو بیشتر دوست دارین؟ طبعا فوتبال بسیار دوست داشتم، بسیارش خلاقه برشم، ولی زمانی که با صدمه برام رسید دیگه نخواستم ادامه بدم. خب از دنیای فوتبال برای سلمان جان کم کم بیایم بریم موضوعات کار خانه گپا. باز کار خانه چطور هستین؟ دوستا باش که ما بدونیم که مروه جان چطور از کار خانه؟ کدام کار خانه رو زیاد خوش دارین باز خوب انجام دادن میتونین؟ خب ممکنه بخش برنامه را یا هم برنامه ما را خانواده همچنان بیننده باشن. نمیخوام خدای نخواسته دروغ گویشم و بعدشم برام بگوین که نه اصلا این کار یاد نداشتید اینجا چرا گفتی. نمیخوام تعریفم از خود داشته باشم، ولی اما قسم گفتم فرزند ارشد خانواده هستم. تقریبا با همه کار خانه بلدیت و آشنایی دارم. آشپزی رو با چطور هستین؟ خوب هستم. گاهی شور میشدی، گاهی میسوزدی که خود یکی از یعنی ما را میاد پای ما را قطع کردیم ما نمیدیم کار شما از آر دفعه چرا دی خوب اگه شما ما رو شروع بدین ما خو نمیتونیم بیایم. یعنی خواهش میکنم دیگه واسه خیلی بالای شوری میگین شیرینی براتون تعریف میکنم. خواهش میکنم. کدام غذا را خوب پخته کردن میتونی؟ بریانی رو بسیار خوب پخته کردن چون بسیار دوستشون دارم. اینا دوست عزیز باز مشاهده برنامه دیگه من باشین بخیر باز میریم خانه مروه جان یک بریانی نوشیجان میکنیم. درست است؟ خیلی خوب مروه جان. باز از غذا کدامش خودت خوش داری؟ بریانی هم خوش داری یا غذای دیگه؟ بله بریانی و قابلی رو بسیار دوست دارم و بسیار خوبم پخته کردن. خیلی عالی. خیلی. نه میگم که گیم بازی پیش از گیم دوست عزیز چی نظر داری مروه جان یکم نوشیجان کنه چیز بگیر به خاطر اینکه سوالات زیاد است خدای نخواسته باز گروت خوشگل نکنه یکم چای بگیر. سلامت باشین تشکر حتما. فرا جان می‌خواستیم که از پیش مروه جان یکم که در دنیای ژورنالیسم که کار کردن خواستیم سوال داشته باشیم. چی دستاورد داشتین در دنیای ژورنالیسم؟ خب بزرگترین دستاورد من این بود که زمانی که وارد دنیای رسانه شدم تونستم در چندین رسانه کار بکنم. خوشبختانه البته به همین کلانترین دستاورد است چون این باعث شد که راه بر من باز شد و بتونم که به هدفی که بر خود در دنیای رسانه تعیین کردیم به او هدف برسم. نه مخدا خیلی خوب. باز چی هدف دارین مثلا با وجود ما دستاوردهایتان چی هدف دارین در زندگیتان؟
پیش رو؟ خب طبعا هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاری هم در زندگی درستی اهداف مختلف می‌پوشم. ولی در زندگی رسانه هدف من است که به تارگتی که بر خود تعیین کردیم در میدیا، تارگتی که بر خود در رسانه تعیین کردیم با این هدف برسیم. ان شاء الله موفق میشین. خدا بسیار دختر پرکار و دوستای عزیز بسیار دختر با استعداد هستن. ان شاء الله من خیلی خوشحالم شما رو دارم در کنار خود. با وجود ساما جان. من هم با وجود تک تک تون خواهش میکنم. همچنین با ساینا جان شکر که هستین در کنار ما. مریم جان در دنیای ژورنالیسم در بخشش کدام بخش واقعا علاقه‌مندشان هستین؟ خوش دارین که در کار پوزیشن در بخشش؟ من کلا در بخش اجتماعی و بخش پرزنتیشن بسیار علاقه دارم. اینکه مدیر روی صحنه باشم به این بخش بسیار علاقه دارم و نهایتا کوشش تلاش خودم همچنان میکنم که بتونم به یک جایگاهی برسم. ان شاء الله موفق میشید. خب کم بیام روی شخصیت مروا جان. اسم کدام رنگ زیاد خوش داریم؟ رنگ که فعلا برتن که رنگ سیاه. خیلی رنگ سیاه. در پولیش کدام رنگ روشن هم خوش نداری؟ در کنارش رنگ جگری رو دوست دارم. جگر این نام خود دوست. با جگر هم خوش داری در باید قسم؟ البته که شکل کاری پخته شد. خیلی خوب. و هم دست پخت مادر جانم. دست پخت مادر جان حرف ندارم نام خوبشون ها. باز اوقات خود عصبانی میشیم. بعضی عصبانی میشن مثلا گریه میکنن یا مثلا چیغ میزنن یک چیز مایده میکنن. خودتون که عصبانی میشین باز چی میکنن؟ که عصبانیتتان مو قهرتان کمک پایین شوه و حالت نرمال بیاین. کوشش میکنم خودم مصروف نگه دارم. اگر در خانه باشم وقتی که عصبانی میشم کوشش میکنم که جمع بکنم. حتی اگر یک جای جمع باشه پاکم باشه ما رو دوباره میرم پاک میکنم. چیز مایده نمیکنه؟ نه مایده نمیکنم. چون میفهم دوباره بالای خودم تاوان میگیره برای خاطر این قسمت چه مد نظر میگیرم. و گاهی هم به طرف مطالعه کردن میرم. چون زمانی که مطالعه میکنم فکرم کاملا از اون عصبانیت بالا چیزی که عصبانی هستم از اون کاملا دور. خیلی خوب. روی مطالعه آمدیم دوستان عزیز. ببینیم مروا جان کدام کتابا رو مطالعه میکنم. کدام کتابا رو عزیزم خود مطالعه میکنی؟ ما بیشتر رمان مطالعه میکنم. رمان کدام رمان؟ باید بگیم که عاشق رمان هستم. نام خدا. باز در پلوش رمان کدام کتابای دیگر هم دوست نداری اگر بخونی؟ بعضن کتابای انگیزشی اینا رو همچنان بخوانش می‌کنم. ولی در کل رمان میخوانم و در حدود 57 تا 58 رمانم به خوانش گرفتم. خیلی خوب. اگر کتاب از خواهش کنم بر ما بدی ما بخونم باشی؟ سرتون خواهش میکنم عزیز من. دوستان عزیز مروا جان همونطور که گفتم دختر با استعداد هستن. نام خدا رمانم میخوانم کتاب مطالعه میکنم نام خودشون. واقعا جای افتخار است که این جوانان خود و یک همکار موفق خود در کنار خود داریم. مروا جان کدام روز خواستین در یک صحنه از سریال یا فیلم کار کنید؟ تشکر سامی عزیز بابت سوال کردی. بله من در رسانه‌ای که قبلا هم کار میکردم ما برنامه‌ای داشتیم که مشکلات جامعه را به شکل سریال و یا هم فیلم به نمایش میگذاشتیم و بله کار کردیم در اون. خیلی خوب ان شاء الله که موفق باشید. کدام نقش داشتی عزیزم؟ ما قسمه که در خانواده اصلی خود نقش خواهر کلانه داشتم. در سوژه‌های هم کمچون بازی میکردیم. همیشه من نقش خواهر بزرگ داشتم. خیلی خوب. کم گاهی بالای مشکلات خانواده میگفتم، گاهی بالای خواهر برادر کار می‌کردم، گاهی اونا بالای من میگفتم، یعنی سوژه‌های مختلف. خیلی خوب. بس ما کم واس شده میره. باز اگر در کدام نقش راحت هستین خودتون یا تمام خواهر کلان باشین خوب است؟ خب تا فی الحال که مثلا یک فیلم براتون یک سریال یک آدم بیا به شما پیشنهاد بده کار کردن. مثلا بگید شما پوزیشن و نقش یک آدم جنگاور رو دارین بازی میکنین؟ یک آدم پرخاشگر، یک آدم عصبانی که میده میکنه و مشکل بازی میکنین؟ اگر قرار باشه که من نقش را که شما گفتین بازی بکنم و قرار باشه به من یک انسان پرخاشگر باشم و بعضی چیزها رو بشه، اگر قرار نباشه که اون وسایل بالای من دوباره تمام نشه حتما چرا بسیار راحت. چون نقش پرخاشگری و جنگره بودن از مهربان بودن بسیار زیاد راحت است. به خاطر اینکه در مهربانی اگر مثلا انسان پرخاشگر باشی یا هم جنگره باشی نمیتونی به شکل درست مهربانی تا نمایان بسازی. ولی باز اگر نی که واقعا شخص قاروک باشی نباشی بر بسیار نقش راحت نمیشه. خیلی من میگم به خاطر گفتم چون من کمک انسان قاروک هستم. باز دوستان یک خاصیت دیگه مروا جان ما فهمیدیم که آدم قاروک هستن. با چطور از کار کردنتون کینه میگیرین نمیگیرین یا ما تو مثل شطور وارد کار میکنن چرا؟ نه یا زود آشتی میکنن؟ پس زود آشتی میکنم، زود فراموش میشن. نهایتا از دوستایم یا هم از خدا نکنه که دوستم هستم، یعنی گهگاهی که پیش بیام اگر قهر باشم ازشون یا قهرشم یک ساعت و 2 ساعت دوباره پس همون گپ همون سخن. خیلی خب سوال جان قبل مروا جان خیلی مهارت‌های مثبت داشت و خوشحال هستیم با این گونه همکار در کنار خود داریم. بازم در جمع ما خوش آمدی و جای افتخار ما. خب مروا جان قبل
چای نوشجان کنن کلچه و همچنان چاکلیت بگیرین چون مهمان نوازی کنیم بهتر میشه. سلامت باشید. تشکر سامی عزیز. خواهش میکنیم. خب دوستان عزیز، شما هم چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، در صفحات فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک ما رو فالو هم داشته باشید و همچنین منتظر کامنتاتون هم هستیم عزیزم. مروه جان در زندگیتان با شیرینی باز زیاد راحت هستین یا نه با تند؟ خوشبختانه از هر دوش استفاده میکنم. یگانه مشکل در خانه هم دارم، فامیل با این به تکلیف است. زمانی که غذا پخته میکنم او بسیار زیاد تند میباشه و باز همگی است که سر صدا جان برای غذا تند پخته میکنیم. به همین خاطر هم از شیرینی باب بیشتر استفاده میکنم و هم از تندی، یعنی اردیش 50-50 است. اردیش 50-50 خیلی خوب است. گفتم تا تندی شیرینی. خوب خشینی که دوستان کلچه بگیرین. حتما چنانه. آوردیم براتون کاکائو هم باز بگیرین، در بالاش چای هم بگیرین. خوبم. مروه جان قند در بین 34 ولایت افغانستان کدام چیز زیاد خوش داری؟ بری سفر کنی؟ تمام ولایت‌های کشور از ما فوق‌العاده زیباستند، زیبایی خاص و به خصوص خود را دارند، مکان‌های دیدنی و جاهای دیدنی بسیار فوق‌العاده دارند. ولی من بیشتر به ولایت نورستان و بامیان علاقه‌مند هستم و این میتونم بگم یکی از بزرگترین آرزوهایم است که روز به این دو ولایت عزیز ما سفر داشته باشیم. و دوستان عزیز ان شاء الله این روز شو کارسی ما یک برنامه بگیریم چقدر خوب شه. حتما با دوینده عزیز همچنان باز کدام شریک می‌شیم. باز کدام ولایت رفتی خود سفر کردی؟ ما بدون کابل هیچ ولایت را متأسفانه سفر نکردیم. و چقدر با دوستان بسیار خوب هم میشن، یک تجربه نو، یک بسیار یک تجربه هیجانی هم میشه و یک برنامه که داشته باشیم نورستان هم خودش ولایت شریک می‌شیم. ان شاء الله. جان شما با کدام ولایت رفتین؟ ما رفتیم. ما مزار رفتیم، پنجشیر رفتیم، غزنی هم رفتیم. ماشاءالله تمام ولایت‌ها چی هست؟ خواهش می‌کنم فقط از چرا فقط 3 ولایت رفتیم. 30 ولایت دیگه ما در بسیار کم. ان شاء الله که 24 ولایت رفتیم و بگردیم. ان شاء الله. خب مروه جان قن از کشورهای خارجی کدام کشور واقعا زیاد خوش دارید؟ کشور خود ما واقعا یگانه کشور فوق‌العاده است از هر لحاظ، ولی از کشورهای خارجی بیشتر فرانسه را دوست دارم. فرانسه و ایتالیا. فرانسه و ایتالیا. ان شاء الله که یک سفر هم یعنی کشور داشته باشید. ان شاء الله موږ مزه مو بریم. ان شاء الله. خیلی خوبه. خب می‌فرستید یک گیم. خسته نشن برنده های گیم داریم دوستان. خسته نشن. بعد مروه جان یک سوال داریم. سوالات گیم به طوری است که بله نه خیر است و ما شما سوال میکنیم شما فقط بله یا نه خیر بگویید. درسته؟ درست. ازدواج کردین؟ نه خیر. دروغ گفتین؟ گاهی. نه فقط بله یا نه خیر. خب گاهی که نیاز شده بله، البته زمانی که لازم بوده. لازم بوده. کدام روز در دوره مکتب گریه کردین؟ بله. در مکتب که بودین واقعا استاد گفته که مروه و شما دمونج ششته باشین و خودتان گفتین که استاد نامده امکان داشته؟ کارخونه که تان نارده بوده باشین؟ بله یه اتفاق افتاده. اگر اجازه بدید من میخوایم این قسمت یه خاطره هم بفرمایید. صنف 10 مکتب بودیم و جغرافی و ریاضی پای هم داشتیم. زمانی که ساعت جغرافی ما تمام شد بالای تخته هم نظام شمسی رو ما ترسیم کرده بودیم، درس ما اونجا بود. زمانی که استاد ریاضی ما داخل صنف شدن عملاً گفتن تخته رو پاک کنیم که درس باید شروع کنیم و ما اتفاقا همروز کتابچه ریاضی فراموش نبوده بودم و استاد ریاضی ما همچنان کمک در قسمت جدی بود. خب وقتی که پیش ما آمد مرا گفت که مروه کتابچیت کجاست؟ خب من دیگه بهانه‌ای نیافتم چون سر تخته نظام شمسی رو ما ترسیم کرده بودیم و هنوز تخته پاک نشده بود. من گفتم استاد ما در مریخ یادم رفته امروز ناوردین کتابچه خدا. در جای استاد چه برو خودم مریخ امروز کتابچه یه جای بازیگر روز بیا. واقعا در تو 12 سال مکتبی که من درس خواندم اولین روز بود که من از بیرون شدم و اون به خاطر از این بود که من کتابچه فراموشم شده. بعضی اوقات رخ میده. از مکتب یاد شد نه کدام مضامین دوست داشتیم؟ بیشتر ادبیات دری را دوست داشتم و ریاضی را. خیلی عالی. ان شاء الله که موفق باشید. مروه جان خان کدام روز شده که از فامیل کار کرده باشی و نان نخورده باشی؟ بسیار از این اتفاق افتاد. پس شما بسیار کارو کردین. باور کنین
دوستان میگن که ما 2 ساعت بعد کارم خلاص میشه، نمیشه خلاص. ببین تو وقتش در اون جای رسیده که نه نمیخوام کارتون زیاد است. به این اندازه پیش شده که یک روز یک شب هم نخوردیم. فکر کن چقدر کار زیاد. چند از ما روشن باور کنین که در پهلوی ما شما هستن. یک جهان تشکر سهیلای عزیز، سامی عزیز. من هم بسیار خوشحال هستم از اینکه با شما تا دختر خانم موفق و پرتلاش همکار هستم. ان شاءالله که بتونیم همکاران خوب، دوستان نهایت خوب باشیم و بهترین برنامه ها را از طریق هدف میدیا برای دوستان و عزیزان ما تقدیم کنیم. دوستان عزیز شما فراموش نشه چنل ما رو سابسکرایب کنین، در صفحات فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک ما رو فالو داشته باشین و همچنین منتظر کامنتاتون هستم نازنینا. خب کم کم به دقیقه آخر برنامه رسیدیم و ناگزیر هستیم از وجودتون مرخص شویم. یک پیام آخری از سوال از مروا جان می‌داشته باشیم که مروا جان قند برای جوانان دیدیم ما یک پیام آخری. پیام ما به تمام جوانان و بیننده عزیز ما همی است که هیچگاه ناامید نشین و به هدف در زندگیتون دارین نهایتاً کوشش کنین برش برسین، چون زندگی پستی و بلندی های خود را داره و هیچگاه ما مستقیم به سطح یا هم به تارگتی که بر خود تعیین کردیم نمیرسیم تا زمانی که ما شما از صفر شروع. خیلی عالی، خوش آمدین عزیزم. خوش آمدین و خوشحال هستیم. خب گرانی لیدونکو تا هم مروا جان معرفی کرد چې موږ نوې همکاره موږ خوشحاله چې هدف میډیا کې داسې همکاره موفقه او مثبت اندیشه همکاره موږ په خپل خپرونه کې نور به ولرو. زموږ خپرونه د مروا جان سره او سهیلا جان سره موږ سره تعقیب کړئ. موږ هم دقیق اخر کې راځو که موږ ستاسو کمنټونو ته ستاسو لایک ستاسو سبسکرایب په تمه استو. ستاسو ته همچنان ښه وخت غواړم، ښه ورځ غواړم، هر چی ده چې اوسئ کامیاب و موفق و خوشحال اوسئ. و همچنین دوستان عزیز من میخوام برنامه خود از شما خداحافظی بگیرم. ایام برکامتان، وقتتان خوش.